یک گروه از طالبان مسلح روز یکشنبه اثنای زیارت از پارک شهر کابل نتوانستند که در مقابل وسایل تفریحی مقاومت کنند. آنها ایمیج شخصان جدی را کنار گذاشته گروه در میدانی به اصطلاح موترک و یا ماشین ها، دیگران در چرخ و فلک، قطاره راه آهن و وسایل دیگری پارک شهر یا خود سیتی پارک حلاوت بردند. از زمانی به سر قدرت آمدن طالبان در ماه اوگوست امسال پارک ها و تفریحگاه های افغانستان تقریبا خالی اند. حالا دقیق نشده است که سرنوشت آنها چی می شود. فعلا مردم از اینکه حاکمیت دولت جدید یا دولت امارات اسلامی نو در کابل آمده، در این حاکمیت اکثریت وحشت زده هستند، اکثریت از کابل فرار کردند و نظر به این دلایل شهر بازی فعلا خلوت است و قدر زیاد رفت آمد کسی نداره. به قول این همصحبت خبرگزاری ریترز، پیش بینی نمودن وضع کشور دشوار است. فعلا که ما نمیتونیم اوضاع را پیش بینی داشته باشیم، چون هر لحظه اوضاع افغانستان در تغییر است. امکانات بهتر شدنش هم هست، امکانات بدتر شدنش هم هست. حکومت نوی طالبان که هفته گذشته روی کار آمد میگوید به فعالیت‌های فرهنگی مطابق به شریعت اسلامی مخالفت نمی کند. اما بسیاری ها در خاطر دارند که در سالهای 90 قرن گذشته حکومت طالبان تماشای تلویزیون، شنیدن موسیقی و بازی‌های کامپیوتری را منع کرده خلافکاران را در مظهر عام جزا می‌دادند. امنیت خوبه ولی اینجا نمیتونیم راحت زندگی کنیم. چرا؟ چون همه چی عوض شده. مأموریت طالبان بارها از صداقتشان به صلح و آرامی حرف زده وعده داده بودند که عفو عمومی اعلان میکنند، ولی رسانه‌های خبری از تعقیب مخالفین و محدود نمودن حقوق زنان افغان خبر میدهند. خبرگزاری BBC نوشته است طالبان در دره پنشیر که قرارگاه مرکزی مخالفان می باشد کمش 20 فرد ملکی را به قتل رساندند.